بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله امروز درسی 47 هست. دینا روز در اینجا وقفه کرده بودیم. امروز از این کلمه و یکره ادامه میدیم. همچون یک فایده برای شما میگویم که این درس ها گرچه که درسی فقه هم باشد خوب می شود که ما همچون عبرت و پند هم از این درس ها بگیریم. یعنی این درس ها حالا ما در باب جنازه هستیم و قاعده های جنازه را یاد میگیریم. این خوب هست، اما باز هم با این همه عبرت گرفتن و به خود یک بار نگاه کردن، به گناهان خود، به گناه های خود متوجه شدن و توبه کردن، این همش هم اهمیت دارد و مهم هست. دفن کردن میت تنها به خاک سپاریدن نیست، بلکه احترام آخرین برادر مسلمان یا یک مسلمان به برادرش و خواهرش می باشد. برای همین شریعت ترتیب، آداب و سادگی را تعلیم داده است. و قبرستان که هست جای عبرت هست. انسان وقتی که دفن را می بیند، میت را می بیند، می فهمد که دنیا دائمی نیست و هر یک کس روزی به همان جا می رسد. الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیت 55 می فرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، که شما را از زمین یا از خاک آفریدیم، به آن باز میگردانیم و بار دیگر از آن بیرون میآریم. پس انسان باید برای آن روز با ایمان، با توبه و با عمل نیک آماده شود. ادامه میدهیم درس خود را. میگوید و یکره الدفن فی البیوت لاختصاصه بالانبیاء علیهم السلام. دفن کردن یعنی دفن کردنی مرده در خانه های عمومی مکروه حساب می شود. یکره یعنی که مکروه حسابیده شده هست. لاختصاصه، از سبب خاص بودن آن. خاص بودن یعنی بیت، یا حتی می توانیم که بگیم لاختصاصها که مرجعش بیوت باشد. از سبب خاص بودن آن یعنی خاص بودن خانه ها یا خاص بودن این عمل با پیامبران، یعنی انبیا علیهم السلام علیهم الصلاة و السلام در جای وفاتشان دفن کرده می شوند. اما این برای دیگر مردمان سنت نیست یا اینکه ضروری نیست، بلکه حتی مکروه هست، چون که این خصوصیتی انبیا هست. بلکه دفن در قبرستان بهتر هست برای مردم عامه. این برای ترتیب زیارت قبرستان و حفظ حقوق مسلمانان و مردمان نیز مناسب تر می باشد. سپس می گوید و یکره الدفن فی الفساق، و این چنین دفن کردن در مقبره های ساخته شده در فساقی نیز مکروه است. مقصد جایهای هست که در داخلش حجره، بنا یا ساختی مخصوص برای قبرها ساخته شده است. فقها چنین قبرها را مکروه دانستند، زیرا اینکه به سادگی دفن مخالف هست و بعضا باعث فخر و فروشی می گردد. یگان خیلی بنا یا اینکه جای مخصوص باید نباشد. تنها یعنی قبرستان باید تنها چی باشد؟ خاک، یک میدان خاک. ولا بأس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضروره. از اینجا یک مسئله دیگر رو ذکر میکند. میگوید که ولا بأس یعنی مشکلاتی نیست، باکی ندارد. در آخر میگوید للضرورت یعنی در حالت ضرورت. من این رو با شما اینگونه میگویم که در حالت ضرورت دفنی زیاده از یک نفر یا دفن کردنی بیشتر از یک انسان، یک نفر یا یک مرده در یک قبر جایز هست، باکی ندارد. للضروره اما باید برای ضرورت باشد. و چگونه؟ و یحجز بین کل اثنین بالتراب، اما میانی هر یک نفر، هر یک مرده، هر دو نفر، یعنی میانی هر یک نفر با خاک جدا کرده می شود. مثلا در وقت جنگ، آفت، زلزله یا وقتی که جای کم باشد و دیگر اگر ضرورت شود پس این جایز است. اگر ضرورت نباشد هر یک میت باید جداگانه دفن کرده شود.
و سپس میگوید و من مات فی سفینة و کان البر بعیدا و خیف الضرر. خب یک سوالی دیگر در اینجا جواب داده می شود. اگر یگان نفر در کشتیه، یعنی در بین بحر، در بین آب در کشتی فوت کند و شرط این است که زمین دور باشد، کسی در کشتی بمیرد و بر یعنی زمین یعنی خشکی، یکی هست آب یکی هست خشکی یا زمین. اگر زمین یا خشکی دور باشد و این چونین شرط دوم چی هست؟ و خوف باشد و خیفه و خوف شود، صیغه مجهول هست در اینجا. و خوف باشد یا خوف کرده شد، بترسیم، خوف داشته باشیم که جسد ضرر میبیند یا اینکه یعنی ضرر میبیند، هدفش یعنی ویران میشود. پس در اینجا مسئله چی است؟ مسئله در موردی کسی هست که در کشتی یعنی در بین بحر فوت میکنه، در درون کشتی است البته. پس جسد او را ما چگونه باید با جسد او کار کنیم، معامله کنیم؟ در اینجا دو شرط است. مؤلف میگوید که خشکی اگر دور باشد، یعنی زمین، خود زمین اگر دور باشد، فرق نمیکند کدام دولت هست و کجا هست، اگر یگان زمین در نزدیکی نباشد، حتی یک جزیره خرد هم نباشد یا یک بله. و دوم ویران شوی جسد خوف داشته باشیم، چون که سفری آبکی یا سفر در بحر چندین روزها رو در بر گیرد، چندین ماه‌ها رو در بر گیرد و مثلا آب و هوا هم به حد گرم باشد. تمام این چیزها رو باید به نظر گرفته شود. اگر این دو شرط پوره شود، یعنی که یگان خیلی زمین در نزدیکی نیست و اگر حتی در نزدیکی هم باشد اما انسان‌های همون کشتی نفهمند، باز هم همون گمانی آنها رو به نظر گرفته می شود که آنها نمیدانستند که در کجا زمین هست، در نزدیکی این بحر. و دیگر سفر آنها طولانی باشد. در این حالت چگونه باید با آن جسد معامله کرده شود؟ غسل و کفن و صلی علیه و القی فی البحر. تمامش با صیغه مجهول، یعنی که غسل داده می شود یا باید غسل داده شود مانند یک میت، و کفن کرده شود. شاید سوال به شما خلق شود که کفن از کجا میکنیم؟ مثلا بعضی مایه ها و بعضی چیزهایی که برای غسل دادن لازمی هست آنها رو از کجا پیدا میکنیم؟ چیزی که دسترس هست آنها رو استفاده میکنید. مثلا برای کفن اگر لطه های زیاد نباشد، یک لطه باشد یا یگان خیل جامه باشد، یگان خیل چیز باشد از لباس های خودش یا از زیاده از لباس های یگان کسی دیگر، یا یگان بستر باشد از بالای بستر یگان خیل لطه گرفته شود، همون چیزی که دسترسی داریم همون رو استفاده میکنیم و او را کفن میدهیم. و صلی علیه، و بالای او نماز جنازه خوانده می شود و او را در آب سپاریده می شود. در آب یعنی القیه یعنی که پرتافتن یک چیزی رو گفته می شود، اما با احترام گذاشته می شود. این هدفی آنش نیست که نماز خواندیم و یعنی می پرتایم در درون آب. با احترام کوشش میکنیم که در درون آب گذاریم. خب این حکم برای حالت مجبوری است، وقتی که رسیدن به زمین و خشکی ممکن نباشد یا دیر شود. اگر امکانی رسیدن به زمین باشد، پس دفن کردن در زمین بهتر و اولاتر هست. و در اینجا در آب سپاریدن مقصدش این است که جسد را با احترام به آب میدهیم، نه به حرمتانه. و حتی در بعضی کتاب ذکر شده است که چیزی را ما به میت میبندیم تا اینکه جسد فوراً روی آب نآید بلکه پایان رود. خب البته این از جهت فقهیش هست، از جهتی یعنی از جهت دولتی و از جهت قانونی چندین دولت ها آن را هم باید یک مسلمان به نظر بگیرد. مثلا اگر این خیلی یگان واقعه پیش آید، البته اگر کارگرهای بعضی دولت را باید یعنی زنگ زده شود یا باید دعوت کرده شود یا باید گفته شود، اعلان کرده شود، تمام این کارها را البته باید به نظر بگیرد مسلمان و این کارها را هم پورا کند و اجرا کند تا اینکه در یگان خیلی جرم یا ملامت نشود و غیره. به هر حال
این تنها از جهتی فقهی هست چطوری که من به شما میگویم. سپس میگوید و یستحب الدفن فی مقابر محل مات به او قتل، و میگوید که مستحب هست، بهتر است که میت در همون جایی که فوتیده است، در همون جا، یا اینکه در جایی که کشته شده هست در همون جا دفن کرده شود. یعنی هدفش این نیست که در همون خانه یا در همون جای انیق، نه، بلکه در همون دولت یا در همون مکانی که زندگی میکنه یا در همون جا هست، در همون دولت، در همون جا دفن کرده شود، در همون محله. هدفش محله هست، نه اینکه از یک دولت به دیگر دولت انتقال داده شود. و معنای اینم نیست که در همون مکانی که فوتیده است در همون جا باید دفن کرده شود به مانندی انبیا علیهم السلام. هدفش این هم نیست. خب این رو نادرست نفهمید. البته در جایی که کسی یگان نبی فوت میکند در همون جا دفن کرده می شود، این خاص به انبیا علیهم السلام هست. اما هدف این جمله این است که در همون محله یا در همون دولتی که از دنیا میگذرد در همون جا باید دفن کرده شود، یعنی به دیگر وطن، به دیگر کشور، به دیگر قشلاق باید انتقال و گذرانده نشود. و این به تعجیل دفن بهتر و نزدیکتر هست، یعنی زود دفن کردن و مردم را از تأخیری بیهوده نگاه می‌دارد، یعنی مکروه هست. بهتر است که در همون دولت، کشوری و قشلاقی که فوت میکنند در همون جا، در نزدیکی، در همون جا کدام قبرستانی که باشه در همون جا دفن کرده شود. از یک کشور به دیگر کشور، از یک دولت، از یک شهر به دیگر شهر باید گذرانده نشود، چون که این دفن کردن رو دیر میکند که خلافی عملی دفن کردن می باشد، خلاف تعلیمی اسلامی می باشد. و این نقل قبل الدفن قدر میل او میلین لا بأس به. اما در اینجا بعد یک توضیح میدهد، میگوید که اگر پیش از دفن کردنش به مسافه 1 یا 2 میل انتقال داده شود، انتقال یعنی کوچانده شود، گذرانده شود، باکی نیست. میگوید که لا بأس به و کره نقله لاکثر منه، ولی بیشتر از آن مکروه است. یعنی به مسافه 1 یا 2 میل اگر به خانهش نزدیکتر باشد، به خانهش نزدیکتر باشد، یا قشلاقش یا شهرش یا جای یعنی زندگیش یا جای استقامتی اهل و عائلش اگر 1-2 میل دورتر باشد، اونجا انتقال داده شود باکی ندارد. اما به مسافه چندین میل ها، صدها میل ها، یا با مسافه این که از یک جا به دیگر جا با واسطه ماشین یا با واسطه مثلا طائره، با واسطه دیگر و دیگر مسافه دور گذرانده شود، این مکروه حساب می شود، چون که در دفن کردن تأخیر داده می شود. ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة. و می گوید که جایز نیست انتقال دادنی مرده یا اینکه کوچانیدنی میت بعد دفنه یعنی که بعد از دفن کردنش. پس از دفن یعنی کوچانیدن میت از قبرش با اتفاقی فقها جایز نیست. یعنی وقتی که شخص دفن شد قبر باز کرده نمی شود و جسد را به جای دیگری برده نمی شود. الا ان تكون الارض مغصوبة او اخذت بالشفعة، مگر اگر میت در زمین دفن شده باشد که غصب شده باشد. در زمینی غصب شده اگر دفن کرده شده باشد، یعنی زمینی که به اجازت صاحب حقیقیش گرفته شده است، در این صورت میتوانیم که او را انتقال بدهیم، زیرا آن که حقی صاحب الملک پایمال شده است، یعنی که صاحب همون زمین حقش پایمال شده است. از این سبب میتوانیم که حتی بعد از دفن شدن میت او را انتقال بدهیم، او را کوچ بدهیم. یا اینکه میگوید یا اینکه زمین با شفعه گرفته شده است، یعنی همچنین اگر زمین با حق شفعه گرفته شده باشد، این استثناء شده است. شفعه چیست؟ شفعه حق شرعی شخصی می باشد که در بعضی حالتها حق دارد که ملکیت را که فروخته شده است به همون نرخ برای خود بگیرد. ملکیت یا یگان زمینی که فروخته شده است با همون نرخ برای خود بگیرد اول، یعنی حق اول به او داده می شود. مثلا شریک یا همسایه در بعضی صورتها می تواند بگوید که من به این
ملکیت یا به این ملک یا به این زمین از دیگران سزاوارتر هستم. مثلا این خلق فکر کنید که یک دو همسایه هستن یا دو نفر هستن که به نزدیکی همدیگر زندگی میکنن و پیش خانه آنها یا پشت خانه آنها در یگان زمین باشد و آن زمین رو مثلا اگر کسی بخواهد که یک نفری که همسایه از همون دو نفر اگر یک نفرش بخواهد که بکوچد و بخواهد که همون زمین پشت خانه‌اش رو بفروشد و خود خانه‌اش رو بفروشد، حق اول از همسایه‌اش حساب می شود، چونکه خانه همسایه‌اش به همون زمین پشت خانه‌اش چی هست؟ پیوسته هست و برای همین شریعت همسایه نزدیکش رو که زمین او به زمینش چسبیدگی هست او رو حق اول میدهد که اول برای همسایت بپرس که زمین برایش در کار هست یا نه. اگر برایش در کار هست اول او بخره زمینه، اول او زمینه بخره برای یکون حاجتش یا برای هر چیزی که میخواهد یعنی استفاده کند. اگر او نیاز نداشته باشد به زمین، سپس او انسان یا او نفر میتواند که زمینش را یا خانه‌اش را به یگان نفر دیگر بفروشد. این رو گفته میشود حق شفعه. اما در اینجا مقصد شفعه نیست، بلکه مقصد همین است که اگر یگان مرده در زمین دفن شده باشد که حق همون زمین به حق یک نفر دیگر پیوسته است، در این حالت ما میتوانیم که حتی بعد از دفن همون مرده را چی کنیم؟ از خاک دوباره بگیریم و بکوچانیم. در این حالت ضرورت حساب می شود و حق یک نفر دیگر بالا گذاشته می شود. سپس می گوید که و این دفن فی قبر حفر لغیره ضمن قیمة الحفر ولا یخرج منه. این مسئله این است که اگر شخص یگان میت در قبر یگان نفر دیگر اگر دفن شود ناخواست به قصد، در این حالت چی؟ آیا ما باید همون نفر رو میت رو دوباره براریم از قبرش و آن نفری که برایش قبر ساخته شده است یا اینکه کنده شده است باید برای اون بدهیم یا اینکه چی باید کرده شود؟ در این حالت مؤلف برای ما میفهماند که نه، میت رو از درون قبرش خارج نمی کنیم، بلکه پول همون قبر رو باید به همون کسی که مالک قبر هست یا پول همون قبر رو دادگی هست، پولش رو به همون نفر میدهیم، پولش رو میسپاریم. اما این میتی که الکی دفن شده است ناخواست در این قبر نادرست، این رو خارج نمی کنیم. دوباره برای شما تکرار میکنم، اگر در قبر که برای شخصی دیگر کنده شده هست کسی رو دفن کنن ناخواست، ارزشی کندنی قبر رو جبران کرده می شود. خب دومینه یعنی جبران کرده می شود، سپاریده می شود، ولی خود جسد از قبر بیرون آوردن نمی شود. و ینبشو لمتاع سقط فیه. خب در اینجا اکنون یک سوالی دیگر جواب داده می شود که آیا اگر یگان چیزی ارزش، یگان متاعی که ارزش داشته باشد اگر در قبر بیافتد ناخواست، آیا قبر رو دوباره میکنیم برای گرفتن همون چیز، همون متاع یا نه؟ پس در اینجا میگوید که لمتاع سقط فیه، برای متاعی که در آنجا افتیده باشد، ینبشو قبر دوباره کنده می شود. قبر دوباره کنده می شود اگر چیزی در آن افتاده باشد. ولی کفن مغصوب، یا اینکه کفن غصب شده باشد. یعنی که شاید در زمانه ما این کمک عجایب معلوم شود، اما در زمانه یعنی اولین یا در زمانه قدیمتر یا اینکه حتی در این زمانه هم در بعضی قشلاق‌ها و در بعضی دولت‌ها این باز هم با کار می آید که همه کفن ندارد و پول کفن هم اونقدر به همه دسترسی، یعنی همه دسترسی ندارد، به همه آسان نیست پول کفن رو دادن و کفن خریدن و کفن داشتن. بعضی ها حتی تنها یک لباس دارن برای خودشون، حتی نمیتوانند که برای مرده خود یک کفن یا 5 لتر یا 3 لتر مثلا بخرن. برای این گفتم در اینجا مصنف برای ما میگوید که اگر کسی کفن کسی را بدزدد، خب دزدی کند، در این حالت و آن کفنی را که میدزدد آن را استفاده کند و میت خود را، مرده خود را در آن دفن کند و در قبر بسپارد، در این حالت آیا وقتی که ما میفهمیم که این کفن رو دزدیدگی هست، آیا همون قبر رو دوباره میکنیم یا نه؟ میگوید که بله، اگر چیزی در قبر بیافتد یا اینکه کفنی که همان میت پوشیدگی هست یا پیچانده شدگی هست اگر غصب شده باشد، دزدیده شده باشد، در این حالت کفن رو میکنیم
یعنی دوباره بخشش کفن رو نه قبر رو میکنیم، کفن رو دوباره برمیگردانیم. و مال مع المیت، یا یگان مال با میت اگر نخست دفن شده باشد یا بخواست قصدن هم اگر باشد، در تمام این حالت ها در این 3 مثالی که داده هست قبر دوباره کنده می شود. اما ولا ينبش بوضعه لغیر القبلة او على يساره، در 2 حالت قبر دوباره کندن نمی شود. در حالتی که اگر میت رویش به طرف قبله نگذاشته شده باشد، یعنی نخست رویش رو به طرف قبله گردانیده نشده باشد، یا اینکه نخست به طرف چپش خوابیده شده باشد یا گذاشته شده باشد، در این حالت ها دوباره او را یعنی چی نمیکنیم، یعنی دوباره قبر را نمیکنیم. این چیزهای خرد حساب میشه، چون که به حق کسی پیوسته نیست و این چونین این آداب هست و برای آداب یک عملی که مکروه هست یا یک عملی ناپسندیده را ما نمیکنیم. خب این قسمت بعدی را هم انشاءالله امروز میگذاریم، اما پیش از آن که به این قسمتی نو برویم دوباره میگویم که از این درس های جنازه ما نماز جنازه رو هم فهمیدیم، دفن کردن و غیره رو فهمیدیم، اما این تمام این کارها تنها یک رسم نیست، تنها قانون نیست، بلکه عبادت هم هست و حقی برادری اسلامی هم حساب می شود. و ما دیدیم که عملها با ترتیب و با آداب مخصوص باید انجام داده شود و مقصد اساسی اینها دعا برای میت و طلب رحمت برای اوست. اما در عین حال از این درس ها یعنی ما این درس ها تنها درباره میت نیست، بلکه برای ما انسان های زنده هم یک یادآوری است. الله سبحانه و تعالی در قرآن می‌فرماید که کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ هست، یعنی هر یکی ما دیر یا زود این راه را خواهیم رفت. و این چنین ابو هریره رضی الله عنه می‌فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثروا ذکر هادم اللذات، یا اکثروا ذکر هادم اللذات، یعنی الموت، بسیار یاد کنید چیزی را که لذت ها رو میشکند، یعنی مرگ. روایتی الترمذی و نسائی و ابن ماجه هست. بنابراین وقتی که ما در نماز جنازه اشتراک میکنیم یا درباره دفن میآموزیم، باید که به خود نیز نگاه کنیم. آیا ما برای آن روز آماده ایم؟ آیا ما عملهای داریم که بعد از مرگ به ما فایده دهد؟ از این رو مسلمان باید هم برای دیگران دعا کند و هم برای خودش آماده شود با ایمان، با عملهای نیک و با توبه. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که ما را با ایمان زنده دارد و با ایمان بمیراند و آخرینی عملهای ما را عملهای نیک گرداند. امین. اکنون میگذاریم به فصل دیگر، فصل فی زیارت القبور، فصل درباره زیارت کردن یا اینکه رفتن به قبرها. زیارت در اینجا معنا ندارد که ما میرویم و عبادتی قبرها رو میکنیم، اعوذ بالله. یعنی ما هیچ وقت قبرستان برای قبر پرستی یا برای دعا کردن از مردگان نمیرویم. تمام این عملهای شرک و کفر حساب می شود و پیش از آن که یگان کسی در یگان خلق غلط فهمی بیفتد، من اینها را پیش واضح ساختم. اما رفتن، آیا انسان میتواند که به قبرستان برود و برای همون اهل و عائله‌اش که فوت کرده است دعا کند، یعنی از الله سبحانه و تعالی دعا کند که همین نفری که مرده هست همین را یعنی قبرش را وسیع کن، همین را قبرش را نورانی کن، همین را برای همین یعنی سوال جواب قبر را آسان کن؟ آیا همین کار را کرده میتواند؟ آیا میتواند به قبر رود و مثلا سوره از قرآن بخواند تا اینکه ثواب همون قرآن خوانیش به مرده رسد؟ چی کارها آیا میتواند در بالای قبر بشیند یا اینکه راه گردد؟ چی کارها را میتواند بکند، چی کارها را نمیتواند؟ آیا زنها میتوانند بروند یا نه؟ تمام این شاید تمام این چیزها را انشاءالله مصنف ذکر میکنند. میگوید ندب زیارتها للرجال والنساء على الاصح. خب اول میگوید که رفتن به قبرستان برای مردان مندوب هست، یعنی که برای مردان به مانند مستحب پسندیده هست، خوب هست. برای چی خوب هست؟ برای آن که به قبرستان رفتن. تصور کنید وقتی ما قبرستان می رویم چگونه یک خوف، یک هراس، یک ترس دلهای ما رو می گیرد.
چون که در پیش چشمانمان مرگ می آید و ما در همان لحظه فکر میکنیم که من چی آماده کردم، من اگر همین حاضر بروم من چی عملی دارم برای آخرتم. و اگر در گناه مبتلا باشیم همون گناههایمان در نزد چشمانمان می آید که من گناه کرده، من توبه نکردم و غیره و غیره. پس از این رو رفتن به قبرستان و زیاد رفتن به قبرستان یا گذشتن از مثلا از دورم اگر کسی رود و ببیند یا درونش هم رود، از سببی که این فایده رو دارد و انسان رو از غفلت دور میکند و انسان مرگ رو یادرسی میدهد و غیره، از این رو مندوب و مستحب حساب میشود. و میگوید و النساء علی الاصح، یعنی که این چون این مندوب هست برای زنها نیست، اما میگوید علی الاصح طبقی قول صحیح تر. یعنی در اینجا اگر باید داشته باشید، اگر من در مقدمه ذکر کرده بودم یا نه، اما وقتی که علی الاصح گفته میشود یعنی طبقی قولی صحیح تر، یعنی که در مذهب از دیگر علما یک قول دیگر هم ذکر شده هست که شاید بعضی دیگر علما اختلاف کنند و بگویند که نه، برای زنها این مندوب نیست. یعنی یک قول دیگر هم هست، این اشاره به این میکنند که شاید بعضی دیگر علما در مذهب میگویند که نه، بهتر هست که زنها نروند. اما قول صحیح تری مذهب این است که نه، باکی ندارد، زنها به قبرستان رفته میتوانند. اما در اینجا بعضی شرایط ها و بعضی توضیحات هست که من برای شما میگویم. قول معتمدی مذهبی حنفی این است، یعنی که قولی که بر او اعتماد هست، این است که برای زنان زیارت کردن قبرستان جایز هست. یعنی رفتن به قبرستان نه برای عبادت، نه برای شرک، نه برای کفر، خب نه برای پرستش کردن یگان بزرگ، یگان پیر، یگان یعنی شخصی، البته برای این چیزها نه. برای رفتن تنها همین خیلی رفتن قبرستان برای پند، برای عبرت، برای دعا کردن یک خیشش، یک اهلش، مادر و پدرش دعا کردن برای آنها، نه اینکه از آنها. خب تمام این چیزها رو که من واضح کردم آیا رفتن جایز هست؟ میگوید که قول معتمدی مذهبی حنفی این است که برای زنها هم رفتن به قبرستان جایز هست اگر آداب شرعی رعایت شود و فتنه، ناله و فیغان و بی‌حجابی نباشد. مقصد عبرت گرفتن، یاد آخرت و دعا برای میت هست. امام طحطاوی رحمه الله فرموده است و من میگویم قولش را اکنون، میگوید قولی قوی ترین یا قوی تر آن است که رخصت، یعنی در زیارت قبرها برای مردان و زنان ثابت شده است. رخصت یعنی اجازت هست، زیرا سیده فاطمه رضی الله عنها هر جمعه قبری حمزه را حضرت حمزه را زیارت میکردند و عایشه رضی الله عنها در مکه قبری برادرشان را عبدالرحمن را زیارت میکردند. این را میگوید امام بدرالدین العینی در شرح بخاری هم ذکر کرده است. امام طحطاوی این را گفت. خب قولش در همین جا انتها دارد و این را در حاشیه الطحطاوی در صحیفه 620 ذکر کرده است با چاپی دارالکتب العلمیه. خب و این چنین این را امام ابن عابدین در رد المحتار، امام ابن عابدین را من علاقه با شما فهموندگی هستم که از همه یعنی یک کتابی برجسته مذهب حساب می شود که در آنجا فتواهای مذهب حنفی که به مرور زمان یعنی گفتگو شده هست و درست کرده شده است در آنجا یعنی جمع آوری کرده است. امام ابن عابدین رحمه الله در رد المحتار این رو ذکر کرده است در جلد سوم صحیفه 178 با چاپ مکتب اشرفیه و این چنین امام السرخسی رحمه الله نیز این رو در مبسوطش یعنی المبسوط در جلد 24 صحیفه 10 ذکر کرده است با چاپی المطبع السعاده. خب یعنی معلوم می شود که برای زنان زیارت کردن قبرستان جایز هست، اما برای آن کار چند شرط و آداب لازم است که عموما هنگامی از خانه برآمدن نیز باید رعایت شود. باید حجاب رعایت گردد، رفتار باید با حیا و عفت باشد، زیارت باید در وقت انجام داده شود یا در وقت انجام گیرد که مردان نباشد، یا اگر مردان باشند حاضر باشند باید زن با محرمش باشد یا از مردها دور باشد، با یک چند زنی دیگر در یک طرفی دیگر باشند. همچنین نباید آوازی بلند یعنی برآرد، گریه و ناله کند،
یعنی خود زنی کند و گریبان خود را پاره کند و لباسهای خود را درآورد یا سخنهای بگوید که الله سبحانه و تعالی را ناراضی بسازد. تمام این کارها رو باید یعنی از تمام این کارها باید پرهیز کند و اگر تمام این آداب را رعایت کند پس برایش رفتن به قبرستان جایز هست. اکنون علمایی که این را ناجایز گفتگی هستند یا اینکه گفتگی هستند که نه این بهتر است که نرود، آنها طبیعت عمومی زن را به نظر گرفته این قول را گفتگی هستند. یعنی زن عادتاً گریه و ناله میکند، مخصوصا اگر خیلی در وقتی نزدیک همون خیشش یا اهل و عائلش فوت کردگی باشد. عموما زن یعنی میگویند که طبیعتش همین خیلی هست که احساساتی هست، گریه و ناله میکنه، صدایش میبراید، شاید حجابش بیفتد، شاید خود رو بزند و غیره. اما اگر این عادت ها رو نداشته باشد، خوف الله سبحانه و تعالی را داشته باشد، با آداب با حیا با عفت این کار را بکند، باکی ندارد. خب این بود در موردی رفتن به قبرستان. اکنون یک مسئله دیگر در اینجا هست در موردی رساندن ثواب به میت. این مسئله رو انشاءالله یگان وقت در آینده با پررگی نظر میکنیم، اما کوتاه حاضر چون که کمی پیش می آید در عبارتی بعدی من برای شما در مورد ایصال ثواب مختصرا میگویم که چیست و چی حکم دارد. ایصال ثواب یا ایصال الثواب به زبان عربی یعنی انجام دادن عمل نیک و بخشیدن ثواب آن به شخصی میت، به شخصی مرده. نزد اهل سنت این جایز هست، بلکه در اینجا اگر میبینید یک نوعش را مصنف مستحب گفته است، یعنی که پسندیده هست، کاری خوب هست. پیش از پیش بفهمید که ایصال الثواب عموما دو نوعی اساسی دارد. اولا ثواب کارهای مالی، یعنی ثواب رساندن به مرده با واسطه کارهای مالی مثل صدقه و خیر کردن و غیره. الحمدلله. و دوم ثواب رسانیدن با واسطه عبادت‌های بدنی مثل روزه، حج، ذکر و تلاوت قرآن و غیره. اکنون نوع اول با اتفاق علما جایز هست، یعنی که وقتی که ما مال خرج میکنیم یا مال میدهیم، صدقه میکنیم یا مثلا با واسطه مال یکم چیز میخریم برای استفاده مردم، مثلا یکم چاه و غیره، تمام این چیزها یا مسجد میسازیم و غیره با مال خیر و میخواهیم که ثواب این مالی که ما خرج کردیم به یکم مرده برسد یا به مرده ببخشیم، ثواب این میرسد با اتفاق علما. در این اختلاف نیست یا اختلافی مشروع و اختلافی بزرگ در این نیست و این چنین دعا و استغفار کردن هم در این اختلاف نیست. یعنی تمام علما متفق هستند، یک جا هستند بر همین که دعا کردن، استغفار کردن به میت و مردگان نفع میرساند، یعنی که ما میبخشیم به آنها و از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که ثواب همین دعا و استغفار رو یا مثلا استغفار رو یا خرچ مالی رو به آنها برساند. خب و انشاءالله باذن الله این ثواب این عمل ها به آنها میرسد. اما نوع دوم که هست در این اختلافی بیشتر هست. اختلافی بیشتر در موردی بعضی عبادت های بدنی می باشد و نزدی مذهب حنفی ثواب آنها نیز می رسد به مردگان و برای این البته که ما دلیل های خود را داریم، هم از آیت های قرآن و هم از احادیث، اما در آنها نمیخواهم داخل شوم چون که وقت نیست که با پرگی این مسئله را من برای شما ثابت کنم یا پیش کنم. خب اما هست مثلا در آیت قرآن می آید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. این آیت را که در سوره حشر می باشد آیت 10 این را همچون دلیل اساسی گرفتیم و ترجمه این آیت چنین هست که کسانی که بعد از آنها آمدند و میگویند ای پروردگار ما را و برادران ما را که پیش از ما با ایمان گذشتند بیامرز. و این دلیل یعنی روشن هست که دعای زنده ها به گذشتگان میرسد و بر همین مسئله یعنی استوار هست، قائم هست که اگر دعا برسد، دعا و استغفار برسد، پس دیگر چیزها نیز باید رسد، چون که یگان خیلی استثناء وجود ندارد. و این چنین داریم از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که زنی گفت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها،
که مادرم وفات کرد و بر او روزه 1 ماه بود، یعنی باقی بود، آیا از نام او قضا کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند نعم فدین الله احق ان یقضى، که بله، زیرا که حق الله سزاوارتر هست که ادا شود. یعنی در آخری همین حدیث. و این چنین این حدیث در البخاری می آید، حدیث 1953، در صحیح مسلم می آید حدیث 1148. یعنی من مختصر کرده این احادیث رو پیش کرده استادم، پورا احادیث نیست. و این چنین حدیثی هست از عبدالله بن عباس دوباره که زنی از یک قبیله گفت که این فریضة الله على عباده في الحج ادركت ابی شیخا کبیرا لا یثبت على الراحله افاحج عنه. یعنی سؤال کرده است که فریضه حج بر پدرم رسیده است ولی او پیرمرد هست، بزرگ هست و بر مرکب استوار نشسته نمیتواند، آیا از نام او حج کنم؟ فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم که بله. این هم حدیث بخاری هست 1513 و صحیح مسلم ده 1334. این حدیث ها رو دوباره میگویم که مختصرا به شما پیش کردم و این تمامی دلیل ها نیست، این بعض دلایل هست و بعض وقت و این دلیل ها بعضی اعتراضات پیش می آید، ما جواب های آن اعتراضات ها رو میدهیم، اما کلا این خیلی بفهمید که کلا و جمعا ما دلیل های خود را داریم برای اینکه حتی برای عبادت های بدنی، برای عبادت های بدنی هم ایصال ثواب را مشروع و جایز میگوییم. علمای ما جایز میگویند چون که میبینن که دلیل های وجود دارد در شریعت که به همین اشاره میکند. خب پس خلاصه این است که دعا کردن، استغفار کردن، عبادت های مالی که در تمام این چیزها اتفاق هست و این چنین در مذهب حنفی برای عبادت های بدنی نیست، یعنی برای میت نفع دارد. اینها رو من پیش از این جمله بعدی برای شما گفتم تا اینکه روشن‌تر باشد. سپس میگوید و یستحب قراءة یاسین، مستحب هست قرائت کردنی سوره یاسین، لما ورد انه من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف الله عنهم یومئذ. کسی که یعنی در اینجا مصنف میگوید که مستحب هست قرائت کردن سوره یاسین چون که روایت آمده است که در آن روایت چنین گفته شده است که کسی که داخل قبرستان شود و سوره یاسین رو بخواند، الله سبحانه و تعالی از اهل قبور یعنی از مردگان سبک میکند عذاب را. یعنی کسی که عذاب داده شده باشد در همان روز، از آن شخص عذاب تخفیف می شود، سبکتر می شود برای همان روز. و کان له بعدد ما فیها حسنات، و برای شخصی که سوره رو میخواند با عددی اهل قبور، با عددی مردگان ثواب حاصل می شود. خب در این قسمت کم ترک کلام هست، گفتگو هست، چون که این حدیثی که مؤلف آورده هست از جهت سندی ضعیف هست. حتی بعضی ها میگویند که به حد ضعیف هست و نزدیک به ساخته شده معلوم می شود. برای همین این حدیث رو بدانید که در اینجا این حدیثی که ذکر شده است که کسی که در قبر داخل شود، در این علمای حدیث اختلاف دارند. بعضی علما میگویند که بله ضعیف هست اما ضعیفش خفیف هست، یعنی کم هست، و چون که در شریعت در دیگر احادیث هم ذکر سوره یاسین آمده هست و ذکر ایصال ثواب کردن با دیگر سوره ها آمده هست، سوره بقره مثلا، از این رو فهمیده می شود که این حدیث گرچه که خودی همین حدیث سندی ضعیف دارد، اما با جمع آوری دیگر احادیث ضعیف یا دیگر احادیث معلوم می شود که برای همین حدیث اصل هست، یعنی یک اصل وجود دارد برای همین عمل. برای همین این عمل رو ما نمیگوییم که مثلا سنت هست یا نمیگوییم که لازم و فرض هست، تنها میگوییم مستحب هست چون که دلیلش ضعیف هست. اما بعض دیگر علمای حدیث هستند که کمی سخت‌تر هستند در پورا کردن شرایط صحت و آنها میگویند که نه، این حدیث قابل قبول نیست. برای همین اگر این حدیث رو تصور کنیم که قابل قبول هست، پس میتوانیم که بر این عمل کنیم، اما باز هم همچون سنت نه، همچون فقط یک عملی که ما میتوانیم امیدی ثواب بکنیم یا امیدی تخفیف بر میت بکنیم. اما اگر این حدیث رو ما رد کنیم و بگوییم که این قابل قبول نیست،
پس در آن حالت هم اگر ما سوره یاسین بخونیم یا یک سوره دیگر بخونیم یا ذکر و اذکار کنیم، ما برای این دلیل و اصل داریم. یعنی آنقدر برای ما فرق نمی شود در اینجا که حدیث درست باشد یا نباشد، اما من برای شما این را میگویم چون که شما فن حدیث را خواندگی هستید، حتی اگر با یک سطحی تقدیمی هم باشد، یعنی کتاب ابتدایی هم که باشد، شما میفهمید که در صحت حدیث اگر کلام باشد ما باید احتیاط کنیم. برای همین من برای شما توصیه میدهم که این حدیث رو با پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت ندهید، چون که در سندش کلام هست و با ضعیف بودن یا به حد ضعیف بودن مایل دارد. معلوم می شود که به حد ضعیف هست، اما از جهت عملی ما این رو سنت نمیگوییم، این رو ثابت نمیگوییم. حتی تنها برای امید ثواب یا برای احتیاط می توانیم که این رو استفاده کنیم یا برای این عمل کنیم. اما اگر این ثابت هم نباشد، عموما ایصال ثواب کردن با قرائت قرآن یا با دیگر عملها که ثابت هست، پس برای آن میتوانیم، برای آن اصل میتوانیم عمل کنیم. عذر زیاد در مابین وقت کرده ایستادم چون که دخترکم بعضی وقت ناآرام میشود. خب سپس در این مسئله من برای شما میگویم که یکی از علمای حدیثی که این را قبول میکند یا میگوید که نه برای این اصل هست، این امام سیوطی میباشد. امام السیوطی رحمه الله یعنی توضیح میدهد که بر این حدیث گرچه که در سندش کلام باشد، اما میگوید که و هذه الاحاديث وان كانت ضعيفة فمجموعها يدل على ان لذلك اصلا. گرچند که بر سند این حدیث کلام هست، اما تمام احادیث یک جایه، تمام این احادیث دیگر احادیثی که در همین مسئله هست یک جایه وقتی که آنها رو میاریم و میبینیم، معلوم میشود که برای این عمل یک اصل هست، یک اصل وجود دارد در شریعت. و ان المسلمین ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غیر نکیر فكان ذلك اجماعا. میگوید که گویا برای این عمل اجماع هست و غیره، چون که مسلمان ها در هر عصر و مصر، در هر عصر زمانه و در هر دولت این عمل را انجام داده آمدند، یعنی به مرور زمان، یعنی برای موتاهم، برای مردگانشان از قرآن میخوانند چون که ثواب را به آنها برسانند. پس امام سیوطی یعنی سبک گیر هست، یک عالم حدیثی از عصر اول هست که سبک گیرتر هست، سبکتر میگیرد قاعده های تصحیح را. اما علمای حدیثی که سخت گیرتر هستند، پس آنها میگویند که نه، این را قبول نمیکنیم. و این چنین میگوید که امام سیوطی میگوید که این را حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد المقدسی الحنبلی هم در یک جزء، در یک کتابش، در یک مؤلفش این را ذکر کرده هست در مورد همین مسئله. اما من خلاصه را با شما فهموندم که باز هم برای قرائت کردن، عموما برای قرائت کردن قرآن اصل وجود دارد در شریعت. پس ما میتوانیم که از قرآن سوره را بخوانیم، چه سوره یاسین باشد چه دیگر سوره باشد، و به مرده ببخشیم ثوابش را، و ان شاء الله از الله سبحانه و تعالی امید هست که به مرده میرسد. ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار. اما مکروه نیست بر بالای قبر نشستن برای قرائت کردن قرآن. اگر مجبور شویم از در ارد و گرد قبر اگر جای نباشد یا یگان خل باشد که ما باید بر بالای قبر، بر یک کنار قبر بشینیم، در این حالت کراهت نداره، چون که ما نیت ما و هدف ما قرائت کردن قرآن نزد همون قبر هست و دیگر جای نیست یا جای تنگ هست مثلا. طبق قولیم انتخاب شده. و کره القعود على القبور لغیر قراءت. اما اگر برای قرائت کردن نباشد، پس مکروه هست نشستن بر قبرها بدون هدفی یا نیتی قرائت کردن. و وطئها و قدم زدن بر آن، راه گشتن بر آن. و نوم و قضاء الحاجة علیها و خوابیدن بر قبرها یا اینکه قضای حاجت کردن بر آن. البته این تمام این چیزها رو من فهموندنش لازم نمیبینم، چون که ما یعنی معلوم هست برای چی ما بر بالای قبر خواب کنیم، یعنی این جای خوابگاه نیست. و مثلا شخصی که در قبر هست مرده هست و من نفع نمیبخشد، و این چون قضای حاجت کردن این هم یک نوعی به ادبی و به احترامی حساب می شود به برادر مسلمانی خود یا خواهر مسلمانی خود گرچه که بعد از موت هم باشد. و قلع الحشیش و الشجرة من المقبره. و این چنین میگوید که و کندن علف و درختان قبرستان را، حشیش و شجره.
اما میگوید که برای این نقطه آخران یک توضیح میدهد که ولا بأس بقلع الیابس منهما، اما اگر درخت باشد یا علفی باشد که خشک شده باشد و افتیده باشد، در این حالت باکی نیست، چون که علف و درخت خشک ما میتوانیم که به یک چیزی دیگر استفاده کنیم. اما علف و درخت زنده یعنی در قبرستان باشد، این برای همون قبرستان هست. عموما علف و درخت رو کندن به یگان خیل حاجت و به یگان خیل ضرورت این کراهت دارد، چون که این یک یعنی مخلوق الله سبحانه و تعالی هست و به ضرورت کندن و کشتن آن علف و آن درخت فایده ای ندارد. پس به احترامی به مخلوق الله سبحانه و تعالی حساب می شود و حتی ظلم به طرفی زمین الله سبحانه و تعالی حساب می شود. برای همین پرهیز کردن یعنی باید پرهیز کرده شود. ان شاء الله در همین جا درس امروز رو میگذاریم و از درس آینده این باب رو میکنیم ان شاء الله و سپس به کتاب الصوم میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.